خب السلام علیکم دوستان محترم. درباره آخرین شخصی که از دوزخ میبراید و در جنت میدارد یک قصه میگفتیم. خب این برادر عزیز پرسید آخرین شخصیتی که از عذاب دوزخ خلاص میشود و یعنی بیرون میشود و در جنت داخل میشود یک قصه میگفتیم. البته در این باره یک حدیثی هست، این حدیث مسلم روایت کرده است پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که اینی لاعلم آخر اهل النار خروجا منها و آخر اهل الجنه دخول الجنه. گفتم من شخصیتی را میدانم که آخرین یعنی از جنت بیرون میشود، از دوزخ بیرون میشود و آخرین شخصیتی که در جنت داخل میشود. بعد از این یگان کس دیگر از دوزخ بیرون نمیشود و در جنت یگان کس دیگر یعنی داخل نمیشه. ابدی درهای جنت و دوزخ محکم میشوند. جناب پیغمبر گفتند رجل یخرج من النار حبوا، شخصیتی هست که بسیار افگار و خسته و یعنی از همه حالت ماندگی بیرون میشه و حتی حبوانه شارح‌ها شرح دادن که دیگر با پا ایستاده نمیشود، دیگر با پا ایستاده نمیتونه و شخصیت خودش یعنی با باری کون یعنی با دستا قپیده این چنین افکار از جنت بیرون میکرده. این مردمی دوزخ، این شخصیت این لحظه میگه این شخصیت وقتی که بیرون میشه فیقول الله تبارک و تعالی له، خداوند برای شخصیت میگفته که اذهب فادخل الجنه، میگفته برو در جنت داخل شو. همین شخصیتی که اخیرا از دوزخ برآمد و سویش خداوند میگفته که برو در جنت داخل شو. فیاتیها فیخیل الیه انها ملأ، این شخصیت از یعنی جنت بیرون میشه، از دوزخ بیرون میشه، می آمده به نزد دروازه جنت و خیال و فکر میکرده که جنت همه پر است، دیگه برای جا نمانده است. برای شخصیتی که آخر از یعنی دوزخ خلاصیده است این فکر میکرده است دیگه براش در جنت جا نمانده. فیرجع فیقول، باز یعنی قفا میگشته میگفته که یا ربی وجدتها ملأ، من رفتم جنت پیدا کردم اما پر است، برای من دیگه در جنت جای نیست. فیقول الله تبارک و تعالی له اذهب فادخل الجنه، خداوند دوباره براش میگفت که ای شخصیت برو داخل جنت شد. این شخصیت باز می آمده با میگفته پروردگار رفتم جنت پر است، یعنی سوم بار خداوند چنین براش میگفته این شخصیت میگفته پروردگار رفتم جنت پر است دیگر برای من جا نیست. بعد از آن رب العالمین با سوی این شخصیت میگفته اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا و عشرة امثالها، رب العالمین میگفته که برو در جنت داخل شد چون که من برای تو در جنت مثل دنیا و 10 برابر از دنیا کلان برات منزل و یعنی جای گذاشتگی هستم. ببینید که آخرین شخصیتی که از عذاب دوزخ خلاص میشه و داخل جنت میشه، رب العالمین میگفته که برو در جنت داخل شد که من برای تو در جنت مثل دنیا و 10 برابر از دنیا کلان برای تو یعنی جای گذاشتگی هستم. این شخصیت میگفته که اتسخروا بی او تضحکوا بی و انت الملیک، میگفته ای پروردگار آیا من مسخره میکنی، آیا من مذاق میکنی؟ تو پادشاه، تو مالک هستی، تو رب العالمین هستی، آیا من در این کار مسخره و مذاق میکنی؟ میگوی چنین دنیا و 10 برابر از دنیا کلان برای تو جا گذاشتم، من رفتم همه جنت پر است. میگه این لحظه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دهان مبارک قپیدن و تبسم کردن یعنی خندیدن و گفتن با سوی اصحاب که آیا میدونی که با چه خاطر من خندیدم؟ اهل اصحاب گفتن خدا و پیغمبر میدانند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که در این سخن این شخصیت رب العالمین پروردگارم خندید، به خاطر خندیدن رب العالمین منم خندیدم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر حدیث گفتن که ذالک ادنا اهل الجنه منزلتون، گفتن این مثل دنیا و 10 برابر از دنیا کلان این کمترین جایی است که خداوند برای یک جنتی میبخشد. حتی در یک روایت دیگه پیغمبر بزرگوار گفته که هر شخصیتی که جنت داخل شد خداوند یک میل را یک زمین را در اختیارش میده که پهنی زمینش 2000 ساله راه است و اسب تیزدو در 2000 سال بعد از یک یعنی جانب زمین تا جانب دیگرش یعنی میرسه. قصری که داره 300 درآمدگاه داره، اون قصرش یک یعنی درختای زیاد از نزدیک قصرش، یک درخت جنتش زیاده از 100 نوع میوه داره، در سایه اون درخت 100 سال انسان میره و از سایش بیرون شدن نمیتونه. یعنی چقدر درختای کلانه، این قدر یعنی ملک و یعنی نعمت بزرگ خداوند برای اهل جنت بخشیده است. این آخرین شخصیتی بود که
از دوزخ خلاص میشه تو داخل جنت میشه.